الو فرشته، من که خونه دارم. فن بیان به درد منم میخوره. من که شاغل نیستم. چرا فکر میکنی خونه داری شغل نیست؟ خونه داری شغل 24 ساعته است. نه به خاطر اینکه تو داری وسایل خونه و خود خونه رو تمیز نگه میداری، نه، چون مسئولیت تمیز نگه داشتن روان و اعتماد به نفس همسرت و بچه‌هات هم به عهده توئه. تو نمیدونی که چه نقطه امنی میتونی باشی برای تمام خانواده. داری دست کم میگیری اثری که میتونی تو زندگی بچه‌هات و همسرت بذاری رو. تو اگر بلد باشی با بیانت اعتماد به نفس بدی به بچه‌هات، یه نسل رو میسازی. و اگر بلد نباشی میتونی اعتماد به نفسشون رو بکشی. پس تأثیر خودتو ببین، نقش خودتو ببین. اعتماد به نفس و فن بیان میتونه برای تو شروع یه مسیر تازه باشه.